سلام دوستان، امیدوارم حالتان خوب باشه. امروز میخوام آش ترخینه درست کنم. امیدوارم که مورد پسندتان قرار بگیره. مواد لازم: پیاز نگینی خرد شده، سیب زمینی نگینی خرد شده، سبزی آشی، ترخینه، عدس و نمک و ادویه شامل زردچوبه و فلفل. دوستان این مقدار مواد برای 2 نفر هستش. دوستان اول عدس رو میریزیم به پزه. بعد وقتی عدس پخت سبزی و سیب زمینی رو اضافه میکنیم. وقتی که عدس پخت سیب زمینی و سبزی رو اضافه میکنیم. میذاریم اینا رو میپزه. بعد ترخینه رو اضافه، پیازا رو هم جداگانه سرخ میکنیم. ترخینه ها رو هم جدا خیس میکنیم 10 دقیقه. بعد آبش خالی میکنیم و با قاشق چنگال خوردش میکنیم. وقتی عدس، سیب زمینی و سبزی پخت ترخینه رو اضافه میکنیم. و میذاریم ترخینه هم بپزه تقریبا 1 تا 1.5 ساعت. وقتی آشمون پخت و جا افتاد ادویه ها رو به پیاز داغ اضافه میکنیم. تفت میدیم و به آشمون اضافه میکنیم. یک رو قبل از اینکه زیر آش رو خاموش کنیم پیاز داغ رو اضافه میکنیم. میذاریم 1 ربع دیگه بپزه. آش ما آماده شد.